آخوند قزوینی و تحریف سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. یک نمونه ای نشان بدید که ما آنچه را که از کتاب‌های شما می‌خوانیم افترا هست یا دروغ هست. یک نمونه ای نشان بدید که ما آنچه را که از کتاب‌های شما می‌خوانیم افترا هست یا دروغ هست. در کتاب اقتضاء صراط المستقیم مال ابن تیمیه هست، در جلد دوم صفحه 332 که من این کتابش رو نداشتم، از این برنامه برای شما کنم المجموعتش کامله از این گرفتم، جلد دوم صفحه 332 تا به دار و عالم الکتب تا به هفتم. ایشون برای شما کنم ابن تیمیه میگه وقتی که فلسطین فتح شد، جناب خلیفه دوم قبر ابراهیم را که بنایی داشت به هیچ وجه خراب نکرد. ابن تیمیه میگه وقتی که فلسطین فتح شد، جناب خلیفه دوم قبر ابراهیم را که بنایی داشت به هیچ وجه خراب نکرد. بینندگان عزیز، اکنون بیایید با هم ببینیم شیخ الاسلام رحمه الله در کتاب اقتضاء صراط المستقیم چه می‌فرمایند. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود 100 بنایی که بر قبر ابراهیم خلیل بود تا قرن 4 مسدود بود و هیچ کسی وارد آن نمیشد. و نیز می‌فرماید بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب واستوطن الشام خلائق من الصحابة وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يبن المسلمون عليه مسجدا أصلا، لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر 100 لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كانوا ملوك مصر، والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، قويت النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلت لها بابا وأثر النقب ظاهر في الباب، فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها. بلکه قبر ابراهیم خلیل هیچ کدام از صحابه و تابعین به نیت نماز خواندن و دعا به نزدش نمی آمدند و حتی به نیت زیارت قبرش سفر نمی کردند. و مسلمانان چند بار همراه با امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه به شام آمدند و بسیاری از صحابه در شام ساکن شدند و ثابت نشده که یکی از آنها این کارها را کرده باشد و مسلمانان بر آن مسجدی نساختند. در قرن 4 زمانی که مسیحیان بر این اماکن مستولی شدند به سبب سیطره رافض بر شام، آنگاه که حکومت مصر را در دست داشتند، رافضیان خوار و زبونی که نه عقل صحیحی دارند و نه نقل صریحی و نه دین قابل قبولی و نه دنیای پیروزمندی، در آن هنگام بود که مسیحیان قدرت گرفتند و سواحل شام را از دست رافضه گرفتند و آنگاه بود که مسیحیان بر قبر ابراهیم خلیل علیه السلام حجره‌ای ساختند و برای آن دری قرار دادند که اثر سوراخ در آن مشخص بود. و قرار گرفتن قبر ابراهیم علیه السلام به عنوان معبد و ساختن بنا بر آن عملی بود که مسیحیان به همکاری اجداد رافضی آخوند قزوینی به وجود آوردند و این عمل در زمان امیر مؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وجود نداشت. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چه زیبا فرمودند: رافضیان خار و زبونی که نه عقل صحیحی دارند و نه نقل صریحی و نه دین قابل قبولی و نه دنیای پیروزمندی. خب عقل این آقا به اندازه گاوه دیگه، بیش از این ما نمیتونیم بگیم دیگه، شعورش غیرش همین اندازه بیشتر نمیتونه تشخیص بده. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. حالا من نمیدانم آدم بابا جان دشمنی هم بکنه، دشمنی مردانه بکنه. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم.
ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. من نمیدونم حماقت حدی داره. آقای محسن اینا واقعا در این قضایا از حد گذراندن. بله از حد گذراندن. هر روزم دارن رسوا میشن دا. ولی باز همینطوری دارن. حالا نمیدونیم چیه قضیه.